صبح شما بخیر باشه بینندگان بینهایت گرامی و امیدواریم که در هفته نو کار شما برار بگیرد و همیشه با رادیو آزادی باشید. امروز دوشنبه است 15 ایول و امیدوارم که در چند دقیقه دیگر حتما با ما خواهید بود و خبرهایی که تا این لحظه در دست داریم با ما میشنوید. امروز در پراگ هوا ابری بوده. انتظار میرود که حرارت روزانه تا 13 درجه را تشکیل نماید. در مسکو و سنت پترزبورگ نیز روزانه هوا ابری و متناسباً از 19 تا 21 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه آب و هواشناسان برای امروز هوای صاف و بی غبار را پیش بینی کردند. احتمال دارد که در دام روز گرمی 40 درجه را تشکیل بدهد. ضمناً از 15 تا 20 ایول با سبب واریدشوی هوای گرم ایران توسط ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان حرارت روزانه هوا بلند شده. در ناحیه‌های شمالی و مرکزی گرمی تا 40-43 درجه می رسد. اینچنین در ناحیه‌های جنوبی حرارت به 44-46 درجه، در ناحیه‌های کوهی 31-36 و در ناحیه درواز تا 41 درجه گرمی در نظر است. چندی از ساکنان دهه ورشلاباد نویه جلال‌الدین بلخی بر رادیو آزادی خبر دادند که نیمه روز 14 ایول در یک نقطه سوزشواری ترکیش به عمل آمده، آن پورا به کام آتش رفته است. یک منبع از خدمات آتش نشانی ولایت ختلون این خبر را تصدیق کرد و گفت که در نقطه سوزشواری نه ترکیش بلکه سوختور به عمل آمده است. و گفته این منبع سوختور ساعت‌های 12 روز یکشنبه به وقوع پیوست. اما این منبع گفت که حالا خسارت دقیق حساب و کتاب نشده است. در حالی که ساکنان میگن در پای این سوختور خانه‌های گرد و اطراف نقطه سوزشواری ضرر دیده و تلفات جانی و چاروا جای داشته است، اما مقامات این گفته ها را رد میکنند. به هر صورت همکاران ما این خبر را در حال جستجو هستند تا اینکه تفصیلاتش را برای شما پیشنهاد کنند و میبینیم که در دوام روز چه حرفای تازه در این رابطه خواهیم داشت. وزارت اداره‌های تاجیکستان امروز به نشست‌های خبری نیم ساله خود آغاز می‌کنند. به اطلاع دستگاه پرزیدنت تاجیکستان، نشست‌های خبری مقامات دولتی یا خود حسابات سالانه وزارت کارخانه‌های دولتی از 15 ایول تا 2 آگوست ادامه پیدا خواهد کرد. نشست‌های خبری گذشته نشان می‌دهند که برخی از خبرنگاران تاجیک از شیوه نشست‌های مطبوعاتی رهبران اداره‌های دولتی شکایت کردند. آنها گفتند نشست‌های مطبوعاتی با حضور شخصان اول وزارت کمیته و آژانسی‌ها که به خاطر نمایش شفافیت کارشان سال 2 دفعه برگزار می شود به نشست‌های خبری بدون خبر تبدیل یافتند. عنعنه برگزاری نشست‌های حتمی خبری از سال 2011 عمل می کند. در آغاز هر ساختار دولتی موظف بود هر 3 ماه در برابر ژورنالیستان از فعالیت خود گزارش دهد. بعد مدت این مقررات تا 2 بار در یک سال محدود شد. ژورنالیستان رسانه‌های مستقل در تاجیکستان میگویند در شرایط محدود بودن دسترسی به اطلاع رسمی و مقامات بلندپایه همین نشست‌های مطبوعاتی است که امکان مطرح کردن سوال و پرسش‌های مهم را با مقامات کشور فراهم می‌آورد. در برابر مقامات سطح جمهوریوی در مناطق کشور هم مسئولین با خبرنگاران داخلی و خارجی همین گونه سال 2 بار صحبت می‌کنند. جراحان تاجیک برای بار پنجم آسیا زلفانوی 6 ساله را که در یک حادثه از جانب نورسان آتش زده شد جراحی کردند. مبارزه برای سلامتی آسیا دیگر از مرحله نجات جانش به برقرارسازی وارد شده است. همزمان دوستانی نویه سینوی شهر دوشنبه تحقیق این خشونت بی سابقه نورسان را ادامه میدهد که جامعه تاجیکستان را تکان داد. در 3 هفته که از آتش زدن آسیا زلفانوی گذشته است، طبیبان میگویند وضع سلامتیش بهبود یافته. در برقرارشوی سلامتیش پیشروی ها به نظر می رسد. روز 19 ایون که آسیا را در حالت بیهوشی به بیمارخانه آوردند، طبیبان در 65% بدن کودک آثار سوختار را به قید گرفتند. بعدا معلوم شد که طفل را 3 پسر بچه نورسی ساکن نویه رودکی به هنگام سیر و گشت او در نزد اولی امکش آتش زدند. تخمین شده است که یکی از این کودکان مشکل روانی داشته است. آسیا بعد مدت بیهوشی به خود آمد و معالجه او ادامه یافت. روز جمعه جراحی نوبتی آسیا تقریبا 2 ساعت ادامه کرد و او به اتاق احیاگری انتقال داده شد. طاهر زبیدov مدیر شعبه بیماری‌های سوخته مرکز طبی رقم 3 دوشنبه از آغاز معالجه آسیا را نظارت کرده است. او گفت دور نوبتی عملیات جراحی دختری 6 ساله خوب گذشت. طاهر زبیدov میگوید که آسیا لکه مستقلانه غذا میخورد و هم نشانه‌های آن وجود دارد که از هفته آینده به پا شده دوباره راه میگردد.
پلیس روسیه 10 نفر را در نزد قرارگاه کمیسیون انتخاباتی مسکو بازداشت نمود. بازداشت شده‌ها به نشان اعتراض از لغو نامزدهای مخالفین در انتخابات شورای شهری مسکو گردهمایی اعتراضی تشکیل کرده بودند. بعد از چاره‌بینی 14 ایول از جمله نامزدهای مخالفین ایلیا یاشین، لوبوف سوبل و یولیا گالیامینا بازداشت شدند. پیشوای دیگری مخالفین الکسی ناوالنی که 10 ایول از حبس خانگی در روزه رها شده است در این گردهمایی اشتراک نکرد. پرزیدنت ایران حسن روحانی میگوید اگر واشنگتن تحریم کشورش را خاتمه بخشد میلت ایران با مذاکرات با آمریکا آماده است. در این بین رهبران کشورهای اروپایی به طرفداری از مذاکرات واشنگتن و تهران صدا بلند کردند. روز یکشنبه در یک پیام تلویزیونی روحانی گفت زمانی که ماموریت پرزیدنت ترامپ تحریم و فشار روی ایران را خاتمه بخشد تهران با مذاکرات با واشنگتن آماده خواهد بود. سال گذشته آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 بیرون شده تحریم ایران را برقرار کرده است. واشنگتن اصرار می‌ورزید که سازش کامل نیست و امکان می‌دهد که تهران در طول چند سال آینده به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. ایران تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای تهران هدف‌های آسایشته دارد. پلیس افغان میگه در ولایت شرقی پکتیا یک خبرنگار رادیو به قتل رسید. جسد خبرنگار رادیوی گردز نادر صاحبزاده 13 ایول یک روز پس از غیب زدن او یافت شد. رئیس پلیس ابراز داشته است که سبب کشتار معلوم نیست. کسی تا حال مسئولیت این قتل را بر دوش نگرفته است. در گذشته گروه دهشت افکن دولت اسلامی و طالبان کشتار خبرنگاران را بر دوش گرفتند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران که مرکزش در شهر نیویورک است افغانستان را خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران نامیده است. سال گذشته در افغانستان اثنای اجرای وظیفه کمش 13 خبرنگار کشته شدند. باز هم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان. خدمات ضد انحصاری نرخ بازارهای تاجیکستان را مخته به خلاصه رسیده است که مواد خوراکی ارزان ترین در ولایت سوخت و گران ترین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. خدمات نرخ میانه فروش محصولات آذوقه‌واری و سوزشواری را که تحت تنظیم دولت قرار دارند از ماه می تا ایون تفتیش کرده است. خدمات گفته است این نرخنامه هایی هست که از جانب دولت تنظیم می شوند و تاجران نباید از قیمتی که نشان داده شده از گرانتر فروشند. ایده ساکنان از منطقه گوناگون تاجیکستان گفتند که واقعا نرخ در سوخت ارزان و در بدخشان گران است ولی نرخ های مقرر کرده خدمات به واقعیت نزدیک نیست. نتیجه های تحقیق نرخ را که خدمات در حال در وبسایت رسمیش نشر میکند که ساکنان از بالا رفتن نرخ گوشت و دیگر محصولات غذایی اظهار نگرانی میکنند. برای مثال 50 کیلوگرم ارد استیصالی وطنی 91 در دوشنبه 175 سومانی نرخ داشته است. ارد وارداتی به گفته خدمات 187 سومانی است. ساکنان میگن در اصل در بازار این نوع‌های ارد از 10 تا 15 سومانی گرانتر می باشد. در ولایت سوخت که روی نزدیک به قزاقستان کشور اصلی وارد کننده ارد و گندم به تاجیکستان را دارد، ارد استیصالی داخلی مثلا 91 157 تا 180 سومانی بوده است که در قیاس به دیگر گوشه های تاجیکستان ارزان تر می باشد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد که از مرکز دور است نرخ 50 کیلوگرم ارد 91 تا 190 سومانی ذکر شده است. از میان محصولات استعمالی تنها نرخ گوشت در بدخشان در قیاس به دیگر منطقه ارزان تر است. ایده ساکنان بدخشان میگن واقعا نرخ گوشت در ولایت ارزان تر است. به گفته آنها از یک طرف طلبات به گوشت زیاد نیست و سوی دیگر بیشتر در بازارها گوشت چروای فروخته می شود که از 7 چند روز گذشته است. وبسایت فانتانکا گفت که داستان روسیه در یک خلاصه‌اش به عنوان وزارت رشد اقتصاد نوشته است که تعیین پرویز توختاسونوف یک زاده دوشنبه به مقام رئیس پالاتای فدرالی کادست با نقض قانون صورت گرفته است و او باید برکنار شود. فانتانکا می نویسد که خلاصه ها 2 ماه پیش از جانب معاون یکم داستانی کل الکساندر بوکسمن به نام وزارت اقتصاد ارسال شده است. هنوز هیچ واکنشی از جانب روسریستر به این مطلب نشر نشده است. روز 11 ایول در دفتر مطبوعات خدمات فدرالی روسریستر به رادیو زودی گفتند که پرویز توختاسونوف سر کار است و به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. کادستر فدرالی مؤسسه دولتی است که اجرای صلاحیت‌های روسریستر را در زمینه ثبت نام دولتی حقوق به مالکیت غیر منقول و هم به قیدگیری معامله‌های مربوط به منزل و دیگر مسائل را به عهده دارد. فانتانکا با تکیه به خلاصه‌های داستانی کلی روسیه نوشته است که مفتشان در قرار به وظیفه مشاور رئیس روسریستر تعیین کردن توختاسونوف در سال 2016
16 айб ёфта гуфтанд ки дар ин мақом танҳо нафаре метавонад кор кунад ки 4 то 5 сол дар сохторҳои давлатӣ ва ё 5 сол аз рӯи ихтисосаш кор карда бошад. Буксман инчунин навиштааст ки собиқаи кори Тухтасунов барои ишғоли мақоми ӯ ҳам кифоят намекунад. дар баробари интиқод аз тасмими мақомоти Росреестр барои ба тасдиқи номзадии Тухтасунов ба ин вазифа ва тақозои барканор кардани ӯ муовини аввали доистони кулли Русия танбеҳи мақомдорони вазорати рушди иқтисодиро ҳам тақозо кардааст. ва як хабари дигар низ ҳаст. раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе аз боздошти ҷавоне хабар дод ки нашри ҷанҷолаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои тундеро ба миён овард. дар навор дида мешавад ки чӣ гуна ҷавони маст атрофиёнро таҳқиру дашно медиҳад. раёсати умури дохилӣ мегӯяд ки боздоштшуда Фарух Ҳасанови 22 сола ва донишҷӯи бахши 4 консерваторияи миллии Тоҷикистон будааст. ӯ соати 2 шаби 13 июл бо мақсади пайдо намудани ҷавондухтаре бо номи Мижгона ба кӯчаи Борбад 75 Душанбе омадааст, аммо нафари мавриди назари ҷавони маст дар он уҷра набуда дарро барояш иҷоранишинӣ нав кушодааст ва ҳолатро барояш шаҳр додааст. Фарух Ҳасанов бо додзанӣ ва овози баланд ӯро дашноб додасту ними шаб ҳамсояҳоро низ ба по хезондааст. додгоҳи ноҳияи Сино 13 июл Ҳасановро дар майдаобошӣ гунаҳгор дониста ба 10 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум намуд. ва дар поёни суҳбат аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Бонки Миллӣ ба таври зайл таъин шудааст. $1 баробар аст ба 9 сомониву 43 дирам, 1 евро 10 сомониву 62 дирам арзиш дорад ва 1000 рубли русиро мешавад бо 149 сомониву 70 дирам хариду фурӯш кард. бинандагони азиз, бо сипос аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ баъд аз тақрибан 3 соат дигар бозам дар ҳамин ҷо бо шумо мулоқот хоҳем кард. то он вақт рӯзи хуб дошта бошед.